در کشور آفریقایی سودان جنوبی 6 روزنامه‌نگار را در رابطه با پخش کردن ویدیوی شوشیدن پرزیدنت این کشور سالوادور کیر در مراسم رسمی بازداشت کردند. در این باره روز 9 ینور سال 2023 خبرگزاری ریترز با تکیه به اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران سودان جنوبی خبر می‌دهد در ثبت ویدیویی که به شبکه‌های اجتماعی روی یافته است دیده می‌شود که پرزیدنت 71 ساله سودان جنوبی در جریان مراسم به استفاده دادن یک روی نو در لحظه‌هایی که سرود ملی کشورش صدا می‌داد در جای ایستش در مزار هم و در احاطه منصبداران بلندمقام این کشور راست ایستاده در ازارویش ترک کرد. این حادثه 15 دکبر سال 2022 رخ داده بود. به گفته همصحبت ریترز این قطعه گزارش به تلویزیون‌های دولتی راه نیافته بود، ولی چگونه به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. پرزیدنت اتحادیه روزنامه‌نگاران سودان جنوبی پاتریک اویت گفته است که در رابطه با این کارمندان رسانه دولتی SSB نواربرداران جوزف الیور و مصطفی عثمان، تنظیمگر ویکتور لادو، کارمندان شعبه ویدیویی یعقوب بنجامین، جربیک روبن و جوول تومبه با جرم پهن کردن ثبت ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرده شدند. جمهوری سودان جنوبی در قاره آفریقا جایگیر شده پایتختش شهر جوبی است. این کشور استقلالیت دولتی خود را 9 ایول سال 2011 از سودان به دست آورده بود و از زمان صاحب استقلالی این کشور تا به حال پرزیدنت این کشور سالوادور کیر است. سالهای آخر بارها رسانه‌های داخلی سودان جنوبی خبر می‌دهند که وضع سلامتی کیر خوب نیست و زمان انتخاب پرزیدنت نو فرا رسیده است، ولی منصبداران بلندپایه این کشور تا کنون قطعاً بیماری پرزیدنت را انکار کرده همه گونه خبرها در رابطه با وضع سلامتی کیر را سفسده می‌خواندند. البته تا دمی که ویدیوی در ازارش ترک کردن پرزیدنت به اینترنت راه یافت.